مغزتا بیش از حد آزمایش میکنی جان. درست است برات میگم، اما وعده بده که مرا نمیکشی مولا. در حالت نیستی که معامله کنی جان. حالا همه چیزه بگو. بیادر من میشناسی یا نه؟ درباره توپ برفی از کجا خبر شدی؟ بگو. درست است برات میگم. نفرهای کمره کشته شدنشان داده بود. آدرس کارخانه‌های مواد مخدرت، جدول انتقالاتت و معلومات چندین بار انتقالات مواد غیر قانونی تو. حاله گفت ما خوب گوش کن. اگر کار را که میگم بکنی اینجا بیرون از کشور با تو یک زندگی نو میتم و یا باقی مانده عمر خدا در زندان تیر خواد کردی. ازم چی میخواهید؟ علی را باید داریش نه؟ بگو. درست است. از وقتی که زندان برآمدم نه پشت یک فرصت بودم. درباره تو کل چیز فهمیدم. بسیار وقت بود که تو را تعقیب میکردم مولا. او شو وقتی خبر شدم که امروی بچه درگیر شدی باز کپچه را آماده ساختم. یعنی او بچه را تصادفاً انتخاب کردی؟ البته. یعنی دیگه چه قسم بوده میتونست؟ من خوره نمیشناختم. وقتی که به کپچه رسیدی باز بنده از گپ خبر شد. باز کارورم خلاص کردم یکی و خلاص. بسیار خوب. درباره توپ برفی از کجا خبر شدی؟ در یتیم خانه کسی هست که نفهمه؟ درباره تو کل چیزا میفهم مولا جان. کل چیزا. یعنی تو درباره من همه چیزا میفهمی، اما درباره بیادرم هیچ چیز را نمیفهمی. اما ترس گوش کن. در موضوع واقعا من چیزا نمیفهمم، اما قدر میفهم که مردم در یتیم خانه میفهمن. گم شده دیگه. چند خبات خاموشان از اینجا بیرون مبرایم و تو هم صدایتن نمیکشی. گپ ما فهمیدی؟ آدم دیوانستی؟ میخوای روزای بعد ببینی؟ ببین ما دیوانه اینجاستم. دلت از زندگی بد میکنم. من هیچ مشکلی ندارم بیادر جان. خداوند خودش همه چیزا میفهمه. خب حالا دیگه ای که مشکل داری یا نداری باز میبینیم. بخیر باشی. صبح بخیر تغرل پدر. صبح بخیر دخترم. چای صبح تیار است. با زامت چی یک دانیم. زامت چی تغرل پدر؟ ای چی قسم گپ است؟ چایی که براتان انداختم باز بعدم به من اجازه بتین. صبر کو دخترم صبر. اینقدر زود کجا میری؟ تغرل پدر ما یک تصمیم گرفتیم. تصمیمی که مجبور هستم برم خلاصش کنم.
چی میکنی دخترم؟ مثل که خداحافظی میکنی. خداحافظی نیست. بیرزو من بازم با دیدن شما میایم. دیشب با وجود که علی فهمید تو این جستی بازم پاد کرد. خدا بنا فهمیزد. تو هم کاری نکن دختر یک داریم. از او فرار نکن. تو علی را دوست نداری؟ با من بگو. اما دوست داشتن خود کفایت نمیکنه. کفایت میکنه دخترم. بسیار ناممکن ها را ممکن میسازه، البته عشق واقعی. اما این چیزی نیست که او قسم شود تغرل پدر. ما تصمیم گرفتیم. دخترم تو چی را پد میکنی؟ او رازی که تو را میترسانه چی از برم بگو. تغرل پدر. خانم سیفدا سلام. من از شرکت آران چیدم زنگ زدیم. سلام خانم چیدم. چندین بار کوشش کردیم که همراهتون گپ بزنیم. عکس برداری شما 2 دفعه است که لغو شده میره. اگر نظر به قرارداد خط رفتار نکنین مجبور میشیم که از روی قانونی پیش بریم خانم. میبخشین صدای مرا میشنوین سیفدا خانم؟ بله میشنوم. اگر وقت داشته باشین باز تا 2 بجه خودم میرسانم. درست است؟ درست است. منتظرتان هستیم. روز بخیر. روز شما بخیر. خوبش. کارت خوب پیش بردی. یادت نره. سیفدا نباید خبر شود که اینجا را ما خریدیم. درست است؟ درست است آقا اویگار. آمدی اینجا را خریدی، حالا چی میشه اویگار؟ دختر دویده خدا آغوش تو مندازه. تو این چیزا رو هیچ نمیفهمی سارب. کسایی که عاشق نباشن نمیفهمن. بس افدا قسم دام میمانم که به هر رایی که بره آخر به ما برسه. ده هر جایی که قدم بانه به من نزدیک شوه. حالا دیگه خانه میریم. کاکای منتظر است. بخیر دیگه. دخترم چند دقیقه دیگه می بودی با هم گپ میزدیم. راستش گپ زدن بجوزی که درد ما بیشتر بسازه به درد نمیخوره. چیزی که میشد و شد. چیزایی را که باید میدیدم دیدم. حالا دیگه ما باید از نو شروع کنم. باید به وقتایی برگردم که علی را هیچ نمیشناختم. کار کردن میتونه من را نجات بده. با او خاطر ما دیگه باید برم. بسیار تشکر. بسیار زیاد تشکر. یعنی حال دیگه از چایی که کنده بودیم کاملا نجات پیدا میکنیم. مسئله سینان برای همیشه بسته خود شد. چه قسم بسته خود شد کاکا؟ علی هنوزم در پشتی کار است. در پشت هر کوه یک کوه بزرگتر وجود داره. ایره فراموش نکو. آقا کارت میگی؟ تا جایی که ضرورت بود فهمیدی. بیشتر از این درباره چیزی فکر کرده پلانت خراب نکو. اینا را چی وقت روان میکنی؟ او بچه هنوز خوب نشده. اینا را روان کو. بره در خانه خود خوب شود. بار دیگه از رایی که علی تیر میشه حتی سایه تام تیر نشه.
منتظر باش کاکا، منتظر باش. وقتش که برسه باز غمی تو را میخورم. برات میگم دای موتر بالا شو. نمیخوایم به زور بالای میکنی ایلم بالا شو. نه برات میگم بیا. زود شو. نمیخوایم. بالا شو د موتر. ناز نکو. بالا شو دیگه. نمیخوایم. زود شو د موتر بالا شو. آدم وارد موتر بشین. از اینجا هوش کنی جوین. ناز نکو. بالا شو دیگه. ایلم زود شو د موتر بالا شو. مجبور هستی بالا شوی. ایلم کو به زور مرا بالا میکنی. ناز نکو بالا شو د موتر. خانم توکچه اینجا چی گپ است؟ تو دیگه کدام لب دستی؟ تو که را میزنی آدمی لادا. بیبی اگر بار دیگه ببینم به خانم ها به احترامی میکنی بازی قسم آسان نجات پیدا نمیکنی. گپم ما فهمیدی؟ فهمیدم درست است فهمیدم. خدای تشکر کو که کار دارم. حالا دا معترض برا شو. حالا خانم توکچه؟ بسیار زیاد تشکر. خانم توکچه یادم کی بود؟ کدام آدم مهم نیست. دقیقش نشین. ازم کارای سابقم است. یک سوال دارم. تاکسی؟ خانواده سیف داده کجا می باشند؟ در خانه آقا ایگار. سینانه با او قدر عجله و وارختایی به کجا بردین؟ در خانم نبود. راستش به خانه یکی از اقارب نزدیک ما. مادرم هم قسم خواست. یعنی که در خانه اویگار هستن. مشنوم توکچه. ما بسیار یک کار بد کردم. چی کردی؟ بلی گفتم که خانواده سیف داده خانه شما می باشن. دای دیگه چی گپ است؟ خوب کردی که گفتی. او شو بچه که فراردادی قصد داشتی که بکشیش خانوادهش فکر میکنن که مسئلهش فیر کردیم. حالا پیششان مستقیم میری کل چیز اعتراف میکنی. گپ ما فهمیدی؟ فهمیدم. درست است. آقا ایگار خانه نیست. آقا کوکسال اینجاست. طرف ما آماده میره مرا میخواه بکشه. کوکسال چه باش مشنوه. کشتن چیه او هیچ چیز نمیفهمه. صبر کن خیریه. تو ده اینجا چی میکنی ها؟ از ما چی میخوایی؟ چرا اینجا آمدی که حالت ما را نمیبینی؟ خانم خیریه لطفا یک بار بشنوین. چیزی به شنیدن نمانده. خواهش میکنم از اینجا برو. به ما دیگه توان و قدرت نمانده. ببینید یک بار بشنون یادم براتان چی گفتنی داره. بعد از او هر قسم که خواستین همون قسم میشه. من از اینجا میرم. شروع کن. ما چون کسکین هستم. ما ولی در بسیار سابق یک موضوعی داشتیم که تا حال بسته نشده بود. ما را به ایگه پاچی آقای محترم ما را چی؟ خانم خیریه لطفاً تو هم مستقیم سر اصل موضوع برو. شاید گفتنش به شکل کم مناسب نباشه اما سر بچه تان
ما گفتم که فایر کنم. بله صارب. اویگار علی آمده. کت خیریه با کوکسال گپ میزنه. یعنی ای که پلان آقا کرد امی بوده؟ کاکایم آقا کرد چه قسم قانه ساخته عجیب است. من نفهمیدم. بان هر چی که میگه بگویه. محافظین محافظین چی شده؟ چی گپ است؟ مرا به کلینیک زندان ببر. چشمایم زیاد درد میکنه. کل چیز خیره میبینم. اگر در زندان کل چیز واضح ببینی چی خود شد؟ میگم چشمایم درد میکنه محافظک. چرا نمیفهمی؟ سایز بیا که یک بار معاینت کنن. هیچ آرام بودن نمیتونی. حالا برای ببینین آقا کوکسال و خانم خیریه، ما براتون گفته بودم که بیگناهی ما ثابت میکنم و مجرم اصلی رو براتون میارم. این آدم پیش از اینکه پیش پلیس ببرم اینجا آوردم چون خواستم حقیقتش شخصا از زبان خودش بشنوین. دیگه از خاطر ما سیف داره جگر خون نسازین. بیشتر از دیگه مزاحمتونم نمیشم. روزتون بخیر. کوکسال تو خوشونیدی نه؟ او آدم به خاطر که بیگناهیشه به ما ثابت کنه قد تلاش میکنه قد تشویش نکنه دیگه کوکسال. یک روز خواهد فهمید خیریه. بازم وقت کوکسال سعیز بانش دیگه خلاص شد. اینه اما قبود خانم سیفتا کدام سوال هست که بخواین پرسان کنین؟ نه فقط به خاطر عکس برداری سبا کم هیجانی است. هیچ هیجان نداشته باشین. بیا زمکتتان هستم و به زودترین فرصت پول پیشگیتانم در حسابتان روان میکنیم. بسیار تشکر. دازم شنیدیم که یکی از دوستایتون این شرکت خریده. خب میشه بگوین که اینجا را کی خریده؟ هر کس دمی باره گپ میزنه نی؟ یعنی به ما خود چیز نگفتن. ما هم کنجکاو هستیم. به هر صورت تبریکش باشه. حتما یک روز کتش معرفی میشم. اگر کدام چیز دیگه نیست باز من میتونم. نه شما برین کم استراحت کنین چون سبا زیاد خسته خود شدیم. دلتان جمع باشه. من به خسته شدن راضی هستم. در این صورت سعیز بسیار تشکر. خسته نباشید. بخیر برین. خداحافظ. مشنوم چی گپاست؟ کل چیز قسمه که شما میخواستین شد. خوبش. بله سبا مکس برداری است. البته به خاطر یک مجله مهم. باورم نمیشه جانم زیاد خوش شدم. اما باید تیره تشلیل کنیم دیگه. بشنو همیاله تو اینجا بیا. نمیشه میره دیگه جا تجلیل کنیم توکته؟ چون حالا نمیخوایم با منطقه شما بیایم نه. به خاطر چی؟ به خاطر که نمیخوایم که علی مقابل شو. یعنی اگر راستش بگویم تصمیم گرفتیم دیگه او رو نبینم. سیفدا حالا توی اینجا بیا کتلی که بزن این کار خلاص کن. یعنی او هم منتظر نباشه. او هم گناه داره. بیازو از اول در بینتان چیزی نبوده. بله سیفدا دختر صدای من میشنوی؟
سعیز میایم. سعیز جانم به خیر بیایی منتظرت هستم. با این شو. تو چرا قدر راحت هستی؟ تکت ما را خواه قید کردی نیالی جان. کسی از کس پیش تو فرار بزنه. روز حادثه را توضیح بده. یک شب پیش از حادثه وقت خبر شده مالی و سینان با هم جنگ کردن. چیزی را که پوشش میگشتم پیدا کردم. تصادفی و بچه را انتخاب کرده بودی؟ طبعا ها. دیگه چه قسم بوده میتونست. ما او را نمیشناختم. پشت چشمایم بسیار زیاد درد داره. دیگه ای که چشمایم تاریکی میکنه درست دیده نمیتونم. چشمایت کاملا سالم است. چیز قابل ترس نیست. اما رویتان اول نیاز از اینجا را کوک بزنیم. اگر به شما مشکل نیست میتونین اول ریشتان را تراش کنین. به خاطر که باز وقت کار ما آسان تر میشه. میشه. به ما هیچ مشکلی نیست. خدایا توبه. ما یک ماشینی ریش داشتم. میرم که بیارمش. های به شما سخت نیست که این قسم ده یک زندان کار کنین؟ و مثل شما یک مثل ما چی؟ به هر صورت گفته نمیتونم. حال شما اشتباه درک میکنین. خواهش میکنم شما چی خود گفتین که من اشتباه درک کنم؟ خب ببینی حتی از امیال اشتباه درک کردی. مقبول هستی. نفهمیدم. یعنی همونطور است یک قسم از چیرتان خوشم آمد از خاطر گفتم. اینه بگی برو دا اونجا. خیر ببینی سلام علی. به خاطر اومدم که به بار آخر کتت گپ بزنم. چرا با من دروغ گفتی سیفده؟ چی؟ دروغی چی؟ علی گوش کن، من واقعا از دیگه پدرم از اینکه در حق پدرم کاری نکنی ترسیدم. این گپ چی قسم برات گفتم میتونستم. من چرا در حق پدرت کاری کنم؟
یعنی کاری نمی کنی؟ میشه او را ببخشی علی؟ سیفدا نمیفهمم. از اینکه در خانه اویگارشان می باشن من چرا باید حق پدرت کاری کنم؟ تو مرا چی فکر کردی سیفدا؟ تو از اینکه پدرمشان در خانه و آدم می باشن خبر شدی؟ بله، در هر حالتش تو با من دروغ گفتی سیفدا. علی من به خاطر خودتو قسم گفتم. به هزو به خانه و آدم پس هیچ نرفتم. من او را هیچ تحمل نمیتونم، حتی چهرهشه. اما به خاطری بود که نمیخواستم کتش جنجال کنی. از خاطر من زیاد سر دبلا رفته، همو تو نیست. سیفدا، از دروغ کده بلای بزرگتری وجود نداره. بار دیگه به من دروغ نگویی، درست است؟ بار دیگه وجود نداره. بار دیگه اصلا نه. بار دیگه به خاطر من اتفاق بدی را تجربه نمی کنی. دیگه کار چیز خلاص شد. خلاص شد. مرا واقعا متعجب ساختین. چی شده؟ نه که بازم جنگ کردی؟ وضعیت رویت خوب معلوم نمیشه. نه، من خوب هستم. شما را دیده بهترم شدم. نمیخوایی برم بگویی چی شده؟ چیزی به گفتن نیست خانم دیگو. در بین دوستایی مشکلات پیش میشه، اما ما حلش کردیم دیگه. حلش کردین؟ او هم همه قسم. با جز جنگ کردن کدام کار دیگر یاد نداری آقا پیلوت؟ دادا و خانم که آمدی امی کار کردی. میماندی به پلیس زنگ میزدم، میامد اونا را دستگیر میکرد. بیازم هم امو کار کردم. ناق تو خودت در درد سر انداختی. مشکلی نیست، یک دفعه شد دیگه. ما راستش به خاطر ما از خاطر ما در درد سر افتادی. ما واقعا زیاد جیگر خون هستم. از او خاطر ای قسم نگفتم. یعنی فهمیدی خواه که مقصد گپم چی است؟ شما جگر خون نباشین خانم دیگو. اگر میفهمیدم که شما میایین، من وقت خدا در زندان منداختم. نفهمیدم. یعنی میگم که دایی بی حوصلگی این زحمت کشیده تا اینجا آمده. البته که می آمدم. به خاطر مدقه بلای کلان افتادی. به خاطر تو.
پیش محافظا یگان چیز به خوردن ماندیم بگیرش. میگیرم. درست است. زنده باشی. به خاطر بلایی مثل تو جانم قربان میکنم. دوای چی؟ اما جانم بس است که ببین ما به تو چی چیز آماده ساختیم که با هم تشلیل کنیم. بسیار زیاد تشکر دکتر، اما به تشلیل کردن هیچ نیاز نیست، باور کن. آیسا با عکس برداری داری و به یادت بیارم که بزرگترین آرزوی تو بود. همون تو بود، اما اگر راستش بگویم حالا دیگه برام هیچ مهم نیست. دختر متوجه هستی؟ تو امروز اولین قدم تو برداشتی، همین قسم ادامه داده به اوج پیشرفت میرسی. مشهورترین مدل سفدای الماس. آی مزم یا عکسات داری مجله خیالی میبینم. من هم میخوایم در اونجا باشم دکتر. هدفم شهرت پیدا کردنم نیست. میفهمی خب به خاطر پول قبول کردم، به خاطر که بتونم قرضایم بپردازم. میفهمم. خوب کردی جانم. بیازو بدون پول هیچ چیز نمیشه. خب دیگه من یکان چیز بنوشیدن میارم. سینان، نوش جانت. زنده باشین آقایگار. چطور شدی؟ خوب شدیم دیگه. کت مادرم و پدرم گپ میزدم. یک چند روز از هم جدا میشیم. یعنی چی که جدا میشی؟ نه که راحت نیستی؟ نه راحت هستم آقا، اما شما را زیاد زحمت دادیم. تو یک گپ دیگه از کجا شد بچه؟ آقایگار، شما به خواهرم کدام چیزی گفتین؟ نه، چی شده؟ خب یعنی چی بفهم؟ بازت میخواه که من از اینجا ببره. اما هم گفتم که حتما کدام چیز شما گفتین. نه سینان جان، هیچ ربطی به من نداره. ببین اگه باور نداری از خواهرت پرسان کن. نه که ازش پرسان کردی؟ چی گفت؟ نه خیر، ای چیز نگفتن. مام نفهمیدم. ببین سینان، با خواهرت از طرف ما ضرر نمیرسه. ایره خو میفهمی نه؟ با تو یک توفیق خورترک گرفته. ما ایره قبول کردن نمیتونم آقا. ای چه قسم گپ است؟
ما به تو چی گفته بودم؟ من مثل بیادر تو هستم. تو یک دفعه خوب شو، سر پای شو، کارتام آماده است دیگه، تو رو هیچ اعلان نمیکنم. چطور یعنی؟ از این بعد باز کتم که از شرکت هایم کار میکنی. اما در شرکت شما ما چی کار کردم میتونم؟ با تو اول کار یاد میتن، تو هیچ تشویش نکن، آرام باش. بسیار زیاد تشکر آقا ویگار. حالا تو یک دفعه خوب شو، باز سبا به یک شرکت هایم رفته اونجا رو میگردیم، درست است؟ صحیح آقا ویگار. او بچه آقا رو دیگر دانت گم کن. درست است بیادر، درست است. آفرین. علی چانا با پلیس تسلیم کرده، یعنی فریب خورد، از این چیز خبر نداشته. آخر خلق علی تنگ میشه، گوشه نشینی به او هیچ فایده نکرد. شاید هم مثل سابق در توانش نباشه. تو چی نظر داری؟ ای که علی دی تمثیل فریب خورده گناهی اون نیست، ای تاثیر ذکاوت شماست. شغال. کی شغال است مولا صاحب؟ همین شغال است؟ بله خدا داد، این آدم دروغ میگه. گفته بود سینانا نمیشناسه اما میشناسه. سوال همی است چقدر گپاش راست است و چقدرش دروغ. وعده باری بیادرم چی رو میفهمه. بریم امیال ازش پرسان کنیم مولا صاحب؟ نه حالا نمیشه، او آدم بیازود از زندان است. برای فعلا بان که فکر کنن ما متوجه بازیشون نشدیم، اما در یک زمان مناسب غمشان میخوریم. ای که چی را میفهمه چی را پات میکنه خواد فهمیدیم. به این شکل کلگی خواد فهمید که کی درست بازی میکنه کی نمیکنه. آقایگار برم داد. سبا من را به شرکتش میبره و میگردانه. حتی وعده کرد که بعد از اینکه خوب شوم برام یک وظیفه میده. ای شکر خدا را شکر جان مادر، این صاحب کار و وظیفه هم شدی. خیریه، حق آقا ویگار پرداخت شدنی نیست. آقا ویگار آدم خوبی از بابا جان. معلوم دار است بچیم، تو بیبی به خاطر تو چی کارا میکنه؟ اگه به جای او دیگه کس می بود خانه خودش خوابان، حتی نمیمانده خانه خودم هم راحت زندگی کنیم. اما تو رس والا، اما تو رس، اما ایره کاش که سفدام دیدم میتونست. اما تو رس او را خب من نفهمیدم، اما مطمئن هستم که آقا ویگار او را زیاد دوست داره. به اندازه بابا. به خواهرت زنگ بزن جان مادر، زنگ بزن برش بگو که سبا تو را معاینه میکنن تا که بیایه و تو را شفاخانه ببره. بیازو یک چند روز دیگه اینجا میباشیم، باز از اینجا میریم. صحیح. خواهر راستش سبا روز معاینه است نه؟ میشردی ما یک جای اونجا بریم؟ میرم جان خواهر. صحیح خواهر جان، باز نبینیم انشالله. بای بای. قبول کرد بابا. چرت میزنه کدام پلان جور میکنه، اما چی؟ خوب گپ ما گوش کو، متوجه باشین فریبی قسم آرام بودنش نخوره. گوش کنین آقایان، کارتال چلیک، یاشار ایران، سلیمان کمال، برین.
خواهر نامد؟ آمده جان خواهر همینجاست. سینان جان چطور هستی؟ دکتر چی گفت؟ بسیار خوب هستم. گفت به زودی بخیر خوب میشم. خبر عالیست. اما گفت که زیاد باید متوجه این باشین و در هر گپم نباید یک و دو کنین. اما تو نگفت خواهر؟ فقط که این کار نمی کنم دیوانه. گفت وقت بیرون بردنش با زود که در خانه نبرنش و برام 2 نسخه نوشته کده میتونی ببینی. تو ببین. زیاد هیجانی شدم. تو بخوان که چی نوشته کده؟ کمی هوای تازه کنار دریا، در یک جای مقبول، یک نان مزه‌دار و دیگه نوشته کده که شیرینی هم شرط است. اما ایره دکتر نوشته کده. اگه این کار نکنیم نمیشنی. حالا دیگه یعنی چی که تالت اینجاست؟ آخه اون نمورده؟ نمورده. چطور که نمورده؟ یعنی نمورده دیگه بچه. در بنده خانه با چشمای پر از خون در مقابل مستاد شد لعنتی. یعنی وقتی میگفتیم تالا زنده باشه و دعا میکردیم که سر کپ بیاریمش او آدم حاله با تو رو برو شده. دقیقاً هم قسم است. بالاخره قاتل ارنیکو را پیدا میکنیم ودت جان. انتقام ما را میگیریم. ما یک جرم کده پیش تو میم پیلو. آرام باش بچیم، آرام باش. ما او را سر گپ میارم. برای تو آدمی تو من خودم او را سر گپ خاطر آوردم. بیلود بیادر صبر ما دیگه لبریز شده. در مدت 5 سالی روزه خیالی میدیدم. فقط به خاطر امی روز زنده ماندم، به خاطر که قاتل پدر ما پیدا کنم. ما قسم بچیم، ما منتظر این روز بودم. سیست تو منتظر امی روز بودی، اما وضعیت ما کمی فرق میکنه. یعنی چی که فرق میکنه؟ ارنیکو بالاخره پدر اصلیم بود بچیم. تو چی گفتم میری؟ چرا اصلی و اندر میگی بچیم؟ نیکی وصیت ارنیکو را فراموش کردی ودت ها؟ اگه ما پشت هم دیگه چا بکنیم باز قلب ما از کار بفته. قسمت بعدی قلب ما از کار بفته. ای از بچه اسلیم کده برم با ارزشتر اسلو ده. متوجه گپت باش. دکتر او آدم ده اینجا چی میکنه؟ ما چی بفهمم جانم؟